سلام دوستان عزیز. امروز اومدم گرامر پرزنت پرفکت رو به زبان ساده بهتون آموزش بدم. برای این آموزش من این زمان رو به قسمت‌های مختلف تقسیم کردم که یکی از این قسمت‌ها رو میخوام امروز آموزش بدم و اون بازه تأثیری هستش. بازه تأثیری به کاری که در گذشته در یک زمان نامشخصی انجام دادیم و تأثیر اون کماکان وجود داره. مثال میزنم. میخوام بگم که من دستانم را شسته ام. میگم I have washed my hands. یعنی من دستانم را شسته ام و تأثیرش هنوزم هست. یعنی دستام هنوز تمیزه. فرقش با گذشته ساده در چیه؟ تو گذشته ساده ما می اومدیم میگفتیم که I washed my hands. من دستامو شستم. در گذشته شستم. حالا در چه زمانی؟ حالا یا میگفتیم یا نمیگفتیم. ولی مهم اینه که گذشته. دستاشو شسته. ولی توی present perfect بازه تأثیری کاری رو که ازش صحبت میکنیم تأثیرش کماکان وجود داره. یه مثال دیگه میزنم. مثلا میخوام بگم که ما به سامان زنگ زدیم. We have called سامان. یعنی چی؟ یعنی ما به سامان زنگ زدیم. تو دیگه نمیخواد زنگ بزنی. تأثیرش هنوز هست. یا مثلا علی has broken. از قسمت سوم فعل استفاده میکنیم. توی present perfect ها میگیم subject به اضافه have یا has به اضافه قسمت سوم فعل که میشه past participle. علی has broken his leg. علی پاشو شکونده. علی has قسمت سوم فعل past participle ادامه جمله. یه مثال دیگه میزنم. میگم که اونا غذاشونو خوردن. They have. برای I, we, they از have استفاده میکنیم. برای he, she, it از has استفاده میکنیم. برای افعال بی قاعده قسمت سوم فعل رو استفاده میکنیم. برای افعال با قاعده مثل call، مثل clean ایدی بهشون اضافه میکنیم. اینجا میخوایم بگیم که چی گفتم؟ گفتم که اونها نهارشون رو خوردن. میخوایم بگیم اونها نهارشون رو خوردن. They have eaten their lunch. اوکی. اونها they have past participle ادامه جمله. خب شما میدونید که present perfect در زبان فارسی همون ماضی نقلی هستش. حالا میخوام شما برای من مثال بنویسید. برای من بنویسید که او اسپاگتی پخته است. او اسپاگتی پخته است.